در این قسمت از برنامه به مشاهیر قلعه سنگخان میپردازیم. میدونید که قلعه سنگخان کم آدم موفق پرورش نداده. مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم هم تو قلعه سنگخان بوده. البته خوانندش نه این. مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. اینم بالاخره یه استعداده، نباید چرا مسخره می‌کنی؟ استعداد دیگه. نوید محمدزادم از عطاریای شهید عالمی خرید میزنه. خود برم چی می‌خره مثلا؟ دیگه ما راز داریم دیگه. مثلا امین حیایی خودش چند بار تاکید کرده من بچه قلعه‌ام، ولی خب هنوز تایید نشده. الناز شاکر دوستم بچه قلعه سنگخان. بابا ولم کن. منطور نمیندازه که حالا بچه قلعه باشه، ولی ای کاش بود اصلا. بود اصلا محسن ابراهیم زاده تو همین باشگاه محمد رسول الله تمرین میکنه. از همکارم دعوت میکنم که یکی از آثار فاخر ایشونو به اسم دونه دونه رو واسمون بخونه. دونه 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 یه ستاره تو. کافیه. این آثار قبل اینکه تو بخونی فاخر بود. و در آخر جواد خیابانی هم بچه کرجه. چه ربطی داره؟ موضوع به قلعه صحبت. مگه کارا با حرفای اون به هم ربط داره؟ خاک عالم تو سر من.